در حمله های انتحاری در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان حداقل 19 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله نمایندگان اقلیت سیک و هندوی افغانستان می باشند. حمله انتحاری شام یکشنبه افراد را هدف قرار داد که بعد از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی از قصر شاهی جلال آباد بیرون شده بودند. یک گروه از سیک های افغان با رهبری اوتار سینگ خالسا در این ملاقات شرکت داشتند. در میان کشته شده ها اوتار سینگ خالسا از چهره های بسیار فعال این اقلیت در افغانستان نیز هست. اوتار سینگ خالسا رئیس شورای سیک ها و هندوهای افغان بود. از طرف آنها برای اشتراک در انتخابات پارلمانی از حوزه های ولایت کابل نامزد شده بود. اوتار سینگ چند قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود برای خدمت به مردم خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده است. در میان کشته شده حمله روز گذشته در جلال آباد همچنان علاوه بر اوتار سینگ شخصیت‌های دیگری معروف این اقلیت قومی در افغانستان از جمله راول سینگ و اقبال سینگ دیده می‌شوند.